وحدت برات نشان میده. کلگی یک انسان هستی، در یک صف قرار داری، بنده های الله متعال هستی، زیر فرمان الله هستی. الله اکبر پایین میشه. روزه امن است. امن ببینی کلگی زبانای خدا بند کرده، یکی به دیگه حتی گپی سخت نمیزن. اگر یکیش بزنم دیگهش برش میگه این نسای بود، من روزه دار هستم. زکات سبب امن است، حج سبب امن است. تمام احکام اسلام فلسفیش به وجود آمدن امن است. امن، فساد گم شدن، که در دنیا فساد نباشه، بدامنی نباشه، مردم مطمئن زندگی بکنه، آرام راحت، هیچ نوع جنجال و کشکال برش نباشه. اصل مقصد چی خلیفه شدن انسان هم در روی زمین همیست که توسط جاری کردن احکام الله در دنیا نظم عامه مکمل برقرار شود، خلاص. لیکن اگر کسی اینطور امن از بین میبره، این در حقیقت نمیخواه که نظام الله جاری شود، نافذ شود. پس این در حقیقت مقابله با امر کیست؟ الله متعال. پیغمبر برای اجرای نمی فرمان الله تلاشا کرده. پس کسی که تلاش و محنت پیغمبر نعوذ بالله نادیده میگیره، برخلاف از حرکت میکنه، پس جنگ امرای کی کرده؟ امرای پیغمبر کرده. اینی را میگه. فساد پیشه ها دو قسم است. یکی فساد پیشه یک نفریست. یک نفر زنا میکنه، دزدی میکنه، یک نفر است. این فساد آنقدر شیوع هم پیدا نمیکنه، یکی و ترس و هیبت هم در قلب مردم نمیفته، میگه یک نفر است. اما وقتی که در راه در سروبی بر دستات شا که پایین شد، زنی تا یک طرف میبره، خودی دیگه طرف، مالی تا دیگه طرف، حالی چی میکنی؟ این بسیار سخت است. اصل در ملک بدامنی را میاره، طایفه ها و دل و جماعتی که بری خود یک گروپ جور میکنه، وحشت در بین ملت مندازه در بین. اینجاست که امن مکمل از بین میره. امروز در کابل بعد از دیگر آدمی سرمایه‌دار از خانه خود نمیبره، وقت در خانه خود در دیگر خود رسانده است. چرا؟ گروه اختطافچی پیدا نشود که کدام طرف نبره، همین از بین رفته. زندگی سخت شده سری مردم. الله متعال به این طور مردم جزاها مقرر کرده. ما سه قسم چی داریم؟ یکی حدود است، یکی قصاص است، یکی تعزیر است. حدود اونمو اعمالی که اونمو جزاهایی که در مقابل اعمال منتخب شده که حق الله زیاد است از حق بنده کرده. جزا مقرر شده در مقابل یک جنایت، اونجا حق الله غالب است. او را به نام حد یاد میکنه. حد زنا، حد سرقه، دزدی، حد چی؟ قذف، حد شرابخوری، یا حدود است. 5 حدود ما داریم: حد زنا، حد سرقه، دزدی، حد شرابخوری، 3 حد قذف و دیگهش یک زنا را گفتم، دیگهش نه قتل قصاص است. حد چی؟ ارتداد. 5 این حدود میگه. چرا که حق الله اینجا غالب است. در حدود قانون نیست که اینجا معافی نمیشه. مثلا یک آدم مالش دزدی شده، بعد از او توبه میکنه یا صاحب مال میبخششه که برو من مال نه دزدی کرده، اینجا حق الله غالب است. یکی خو در حق مردکه ظلم کردی، مالش گرفتی، لیکن تو بیامنی آوردی. بیامنی الله برای تو گفته بود که آزار و اذیتت به مردم نرسه، او تو حتی رفتی در خانهش مالی محروزی شد، تو دزدی کردی. ولو که توبه کرده و صاحب مال بخشش هم کرده، حق الله بخشیده نمیشه، دست چی میشه؟ قطع میشه. اینجا حق الله غالب است، حد جاری میشه، شفاعت هم در حدود نمیشه. یک آدم زنا کرده کسی بعد نروه کی سنگسار نشه. از امو خاطر در پیش پیامبر علیه السلام امو به نام فاطمه که چیست دزدی کرده بود، باز بعد از او آمد قومشان خیرخواهیش هم میکرد کمی معاف شود. پیغمبر اسلام چی گفت؟ گفت اگر فاطمه جگرگوشی ما دزدی بکنه، دستش چی میکنم؟ ختم میکنم. قار شد سری مردم. در حدود الله شما سفارش ها میکنی، این باید جاری شود. مقصد از این جاری شدن این نبیسته که مردم درک بکنه حقیقتا، که امن برهم بزنه، فساد بکنه، یا نه که امن بجای باشه.
دوم که حق بنده دیش غالب باشه، او را به نام قصاص یاد میکنه، مثل قصاص نفس، قصاص اعضا، زخم کسی تو را کرده، او به معاف کردن امو صاحب حق معاف میشه. دو، سوم تعزیرات است. کدام جنایاتی که جزا برش مقرر نشده او را به نام تعزیر یاد میکنه که او مفوض یا سپرده به حاکم وقت و قاضی وقت است. دمو وقت ببی که کدام قسم جزا سبب زجر ازی منع شدن ازی از جنایت میشه، اونمو جزا را برش مقرر بکنه. ما پیش براتان گفته بودیم که کدام چیزی که قوام زندگی انسانی است، 5 چیز: مال و عقل و نفس و دین و بگوی عزت و آبرو، در مقابل ازیا مکمل جزا را الله خود تعیین کرده، به این خاطر که قوام زندگی مردم برقرار شود. آلی بیم کسایی که قطاع الطریق است، گروپ جور کرده، بدمنی از یا خیلی قوی است از یک آدمی دزدی تنهایی کرده. چرا؟ گروپ داره و اصلا امنیت یک مملکت اسلامی را همین مردم برهم میزنه، آوازه شایع میشه، راه بد امن میشه، موترها حرکت نمیکنه. چرا نمیکنه؟ میگه در راه اونو گروپ است. الله متعال در اینجا سخت‌ترین جزا را مقرر کرده. اگر امی قطاع طریق آمدن، البته مفسرین دو نظر داره، بعضی کلمه او برای تنویع میگیره. تنویع مانا پاچا اختیار داره هرگاه اینمی گروپی قطاع طریق گرفت، یکی از این 4 جزاها را هر کدام میشه که سرش تطبیق میکنه، یا قتل، یا دست و پایش بریدن برخلاف، یا است سریدار را ویزان کردن، یا است که از مملکت راندن. یکیش باید عملی کنه، اختیار داره. او برای تنویع است. خب بعضی مفسرین میگه که نه، او برای تنویع نیست، چی تخییر نیست. تنویعی را میگه که هر جنایت برای خود نوع جنایت نوع جزایش مقرر است. او بعضی مفسرین میگه که او برای تخییر است، پادشاه اختیار داره که یکی از همین 4 جزا را بده. برای تنویع کی شوه، نوع جنایت جزایش معلوم است. قتل کرده، قتل بکن. اگر قتل هم کرده، مال هم گرفته، در دار ویزان کن. اگر نه قتل کرده، نه تنها مال گرفته، اونجا دستش قطع کن امروی پایش. اگر نه مال گرفته، نه قتل کرده، تنها یک ترساندن کرده، نمانیشه که در اینجا دیگه گزاره کنه، ای کو از ملک یا است کی آلی از ای کردن از ملک. کدام میگه؟ عمر رضی الله گفته که نی تو آدمه که ای کنی از یک ولایت در دیگه ولایت اونجا ما میکارم بندی کرده شوه. بندی کردن هم میگه ای کردن از روی زمین است. چرا از روی زمین الله چی کرد؟ ای کدی بندی شد. نه. پس به خاطر قیام امن الله متعال سخت‌ترین جزاها را مقرر کرده که در این مسئله اعدام، قتل و بریدن دست، مثلا دست راست پای چپ، و بعد از او ای کردن از روی زمین. برای شما واضح شد که اصل نظام اسلام برای تحقق امن آمده. عمل به احکام الله متعال کلش اسباب امن است که امن برقرار شود، و اسلام به امن اینقدر اهتمام زیاد کرده که جزاها را مقرر کرده. لیکن اینمی جزاهایی که قرآن ذکر میکنه، دشمنای دین امروزی و کسایی که واقعا کور است و خیلی احمق هستند، چرا که عقل ناقص خود در کار انداخته، اعتراض سر قوانین اسلام داره و میگه حقوق بشر ضایع میشه، دستش قطع نشوه، قاتل قصاص نشوه، کسایی که راه ها را گرفته یا نمیتور در دار ویزان نشوه. چرا؟ به خاطری که حق بشر تلف میشه، یا حقیقت حدود الله را یا قصاص الله را درک کرده نمیتونه. چرا؟ که توسط اجرای اینمی حدود چقدر امن در دنیا قائم میشه. حالی مردم ها برای دزد، برای اینمی طور جنایتکارا جرأت دیگه هم میده. چند روز میبره بندی میکنه که بندی کرد عقدش دیگه هم قوی شده میره، بلکه نه، بیکار میشه، نقشه ها را جور میکنه. سابق مهارت برای بدامنی نداشت، آلی دمی زندان که رفتی قدر نقشه ها را قطعی خود طرح کرده که به مجردی برآمدن سابق حکمت او را گرفته میتونست، آلی گرفتم نمیتونه. از همون خاطر در دنیای غرب دزد از بین بردن قطعا امکان نداره. آنقدر دزدی در دنیای غرب بشه که آمارش یک دفعه، اگر افسوس است که رادیوهای از یا خونه میگه این بدبختا جنایات خود مکمل پنهان میکنه، اما آمار دزدی که در دنیای غرب است
ده 100% 1%ش دمی افغانستانی به امن هم دیده نمیشه که امنیت هم وجود نداره. علتش چیست؟ به خاطری که برای جانی جرأت دادن یا رفتن دو وقتی که دو بندیخانه رفت نقشه ها را برای خود طرح میکنن. اینطور جدید طرح ها داره که هر چی میزنی نمیتونی که پیدا بکنی که از کدام را یا ای کار کرده رایست. اما نظام مقدس اسلام علنا همچون مردم باید چی شود. آلی برای قطاع طریق یک استثناء وجود داره. کدام؟ گرچه یام حد است حد خب معاف نمیشه. امی قطاع طریق اگر به چی اختیار خود سلا را در زمین گذشت آمد در قانون حکومت اسلامی داخل شدن و توبه کشیدن آلی مکمل معاف میشه. مکمل. امی اعلان معاف شدن چرا برای ازیاست؟ حکمتش همی دانی یک گروپ قناعت دادن و او را تابع حکومت کردن این گپ یادی نیست. بسیار محنت کار داره الله متعال قبل از اینکه مردم حد سرشان جاری شه اگر خودشان بیا معاف هستند به خاطر ترغیب از همون خاطر یک کسی بود در مدینه منوره علی نام داشت خیلی سرکشی دزدا بود مردم از پیشش تنگ بود در کدام طرف که میرفت از دهن قاری قرائت قرآن شنید اینی آیتای آخری امی چیستا مسئله قطاع طریق شنید امی دستی گریان کرد آمد در حکومت تسلیم کرد خدا سلای خدا گذاشت بعد از این طور یک بزرگ جور شد که پرسان نکن وقتی که آیت قرآن شنید که قرآن خود برای من راه را اعلا کرده مرا محکم نگرفته که تو به هیچ وجه آمده نمیتونی نه آلی قرآن کریمی را میگه خب انما جزاء الذین یقینا جزای کسانی که یحاربون الله جنگ داره امرای الله کدام نظم و امنی که الله توسط قانون خود در سرزمین پیاده کرده و رسوله او پیغمبرش را بیان کرده خبر داده که ای مردم خونی یکی دیگه تان بالای یکی دیگه تان حرام مالیتان حرام آبروی یکی دیگه بالای دیگه حرام تعارض معارض نمیشه هیچ کس حق نداره قانونی الله است پیغمبری را اعلان کرده اولی مردم میخیزه امی امن از بین میبره در حقیقت جنگ به امر الله و رسول الله داره چی میشه دیگه و یسعون فی الارض فسادا تلاش میکنه که در روی زمین فساد پیدا شوه مردم وحشت زده شوه راه ها بد امن شوه چی باید شوه ای یقتلوا که قتل کرده شوه اگر تنها قتل کردن راه را گرفته نفر قتل کرده دگیر آمدن باید قتل شوه حالی که دگیر آمدن یک نفر نه اگر چه قاتل از یا یک نفر باشه کلی اینمی گروپ بسته قتل میشه او یسلب یا ددار آویخته شوه اگر هم قتل کرده بود ام مال گرفته بود او تقطع ایدیهم یا ایسته که قطع شوه بریده شوه دستایشان و ارجلهم پایشان اگر تنها مال گرفته بود یک دستی راست قطع بکن پای چپه من خلاف عدل بدل امیر میگه او ینفو یا رانده شون من الارض از روی زمین که فساد دیگه از بین بروه رانده شدنش یا در یک مملکت دیگه ای کشه یا ایسته که بندی کشه که دیگه کار را نتونه ذالک لهم خزی فی الدنیا یقینا اینمی عذابا که بیان کرده شد برای از یا رسوایی در دنیاست و لهم فی الاخرت برای از یا در آخرت عذاب عظیم عذاب خیلی بزرگ است. اینه امن باید خراب نشوه الا الذين تابوا بجز از کسانی که رجوع میکنه از این عمل ناشایسته خود من قبل ان تقدروا علیهم پیش از اینکه شما قدرت تسلط پیدا کنی بالایشان پیش از گرفتن شما خود یا آماده شدن تسلیمی به قانون الله به قانون حکومت دیگه حالی چی بکنی فعلموا بدانی ان الله غفور رحیم که الله متعال مهربان ذات است رحم کننده است. حالی دیگه شما سرش این قوانین تطبیق کرده نمیتونه که شما قتل کردی بیا ما شما را قصاص میکنیم نه عفو شو بر ازیا یا ایها الذين آمنوا اتقوا الله ای کسانی که ایمان آورده حالی امن چی طور میه فساد از روی زمین چه رقم گم میشه دورا داره یکی رای بیرونیست نیروهای اضافه اجر کنی که در هر منطقه پوستی پولیس باشه در هر کنج کامره باشه تعقیب کنه مردم که چی میکنه دیگه یک رای نمیست
حالی اگر یک راه امن میشه مجبور استی که در 1 کیلومتری پوسته را بندازی. اگر نباشه راه به امن نیست. اینی را مردم میگه که امن توسط قوت‌های خارجی بیاره. دنیای کفر امی تلاش داره و تلاش میکنه اسباب جدیدی را باید اختراع بکنن، جور بکنن تا که مردم تعقیب شود زیر کنترل و امن بیا. در اتاقات تا نیستن که یک کمی چیسته، مثلا خودش در دیگه اتاق است، کمره را لگانده، چیزی عملی که در اتاق میشه اینجا میبینی. مثل ترجمه را که اینجا ما میکنیم، بالا در تلویزیون تصویری ما، حرکت ما کلش معلوم بشه. تا این اندازه را این جهان تلاش کرده که ما یک چیزی جلوگیری از فساد و از بدامنی بکنیم، اما نتانستن. کل دنیا عموم ممالکی که خوب پیشرفته است، خوب وسایل مدرن و پیشرفته هم داره، در افغانستان آمده در یک ولسوالی امن قایم کرده نتانست. چیزی که امن قایم میکنه تقوای الله است. الله از خاطر میگه یا ایها الذین آمنوا، کسایی که ایمان آورده تقاضای ایمان است که اتقوا الله، از الله بترسی. ترس الله در قلب جا بده، محکم کشه، اینی تقوا است. قوتی که تو را نمیگذاره که تو گناه انجام بدی، اینمی قوت برام چی یاد میکنه؟ تقوا یاد میکنه. خشیت الله که در قلبت موجود بود، معرفت در مقابل الله قوی شده بود، بس دیگه در یک جا هم قدم ناحق نمیمانی، غلط نمیمانی. امن در دنیا توسط تقوا میاد. کلگی عقیده حق بفهمه، الله را بشناسه، بعد از او قرار است. چرا پیغمبر علیه السلام حکومت که جور کرد، پولیس جور نکرد، استخبارات جور نکرد، اداره نبود. خلاص پیغمبر تعلیم، قرآن تعلیم، حدیث تعلیم، قرآن تعلیم، حدیث تعلیم. زن، مرد، خرد، بزرگ در یک مستوی قرار داشتن که هیچ نوع فساد، گناه، رنج، تکلیف نبود. معاشره به وجود آمد که دنیا امروز چی میکنه؟ سری انگشت خود دندان میگیره که پیغمبر علیه السلام چطور یک معاشره زیبا را به وجود آورده بود. تقوای الله اینمی طور است. الله متعال نمیگه بر ما کی کارا رو نکنه، نیرو پیدا کنی، نه، اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله، طلب کنی به سوی الله وسیله، ذریعه نزدیکت، پابندی عبادت الله ضروری است تا که به الله برسه. و جاهدوا، جهاد بکنه، فی سبیله، در راه الله متعال، لعلکم تفلحون، بخاطر که شما خود کامیاب شوید. یا ایها الذین آمنوا، کسایی که ایمان آورده. اینجا ذکر جهاد بعد از فساد میکنه. فساد کی گم میشه؟ که هر مرد که قانون الله را بشناسه، هر مرد که عقیده به الله داشته باشه، بعد از او عملا به امرای کفار کی زده میشه توسط چیز؟ اینه به امرای کفار کی میزنی؟ توسط اسلحه. او جب ضرورت به اسلحه ظاهری داری، در غیر از او تقوا را پیشه. لعلکم تفلحون، بخاطر که شما کامیاب شوید. فلاح و کامیابی وقتی براتان نصیب میشه که تقوا را اختیار کرده باشی، ذریعه نزدیکت به الله اختیار کرده باشی و دیگه جهاد در راه الله کرده باشی. آیت جهاد بعد از این به خاطر ذکر میکنه که بس مردم شاید بگه که جهاد هم چور چپاول است دیگه، نعوذ بالله. الله میگه نه، اونجا قطع طریق برای منافع شخصی، خواهشات نفسانی خود وحشت در بین مردم انداخته بود. اینجا جهاد که است برای منافع شخصی نیست، بلکه قربان کردن منافع شخصی است. قربانی مال نه، جان هم پیش کرده ای. به خاطر چی؟ بگوی به خاطر فی سبیلی، رای الله متعال. فرق است در بین آمدن ناتو که میزنه میگن ما امن میاریم، و در بین او مردمی که دفاع از منطقه که خود از دین خود میکنه. این فرق است. و منظورشان دین الله است، او یا منظورشان چی میباشه؟ راحت خود و منافع شخصی خودشان است. این آیت مسئله وسیله را، وسیله چی را میگه؟ هر آن چیزی که انسان به الله نزدیک میکنه او را به نام وسیله یاد میکنه. در آیت قرآن کریم مفسرین نوشته میکنه در اتقوا الله اشاره به منهیات است. اگرچه تقوا شامل مامورات و منع از منهیات کلگی را میشه، لیکن اینجا پشتی سر مامورات وجود داره. پس اتقوا الله معنایش منهیات است. از هر چیزی که
از هر چیزی که سبب ضررتان میشه خودداری کنید. این میره تقوا میره. پس منهیات الله سبب ضرر انسان میشه، کلش ترک بکن. و ابتغوا الیه الوسیله، مراد انجام اعمال نیک است. طلب کنی وسوی الله وسیله را توسط طاعت و عبادت و درست. این معنای وسیله است. بعد از اون میگه وجاهدوا، اگرچه در وسیله جهاد داخل است، چون یک عمل نیک است که به سبب از اون انسان به الله نزدیک میشه، لیکن الله متعال به اهمیت جهاد اشاره میکنه که اعمال زیاد است که انسان به الله نزدیک میکنه. خو عمل جهاد چی است؟ یک عمل علیده است. از او خاطر مسئله جهاد بعد از او ذکر کرد. لعلکم تفلحون. الله که همین قدر تاکیدات میکنه برای کی میکنه؟ چی فایده ماست؟ به خاطری که ما در کامیابی خود برسیم. لعلکم تفلحون گفته به خاطری که شما کامیاب شوید. الله کدام اراده نداره که نقصان داشته باشه از شما طلب بکنه. در زیر آیات بعضی مفسرین مسئله توسل ذکر میکنه. توسل میگه ذریعه جور کردن به نزدیک شدن الله. این چه رقم است؟ درست است یا نادرست است؟ بعضی مردم این آیت دلیل میگیره، اگر چی آیت هیچ نوع تعلق نداره با امر وسیله، چرا که وسیله اینجا به معنای ذریعه نزدیکت به سوی الله بود که مراد از پیشش مامورات الله بود، کلی مامورات الله را به سر رساندن و مفسرین هم امید تفسیر کرده. یک تعداد مردم مریض و کسایی که در قلبشان همیشه دعوت به سوی شرک می باشه، برای از اینکه همین گپ خود رواج بده مردم عوام فریب میده. این آیت میخونه کسایی که الله گفته که وسیله طلب بکنید، اوی مردم پیدا شده وسیله را قبول نداره. سری تواصل ما شب هم سبا کردیم قطعی بعضی مردم تواصل. وسیله دو قسم است، اصل سه قسم است. یکی وسیله شرعی است، یکی وسیله غیر شرعی. وسیله غیر شرعی دو قسم است، یکی وسیله شرکی است، یکی وسیله بدعی است. وسیله شرعی او را میگه که در شریعت دلیل و سند داره و مامور شدیم که ما همون وسیله را در پیش خود بگیریم. غیر شرعی او را میگه که دلیل و سند برایش موجود نیست. او باز گاهی در مرحله شرک میرسه و گاهی در مرحله بدعت و است. وسیله شرعی را گفتیم که دلیل داشته باشه. وسیله به اسماء و صفات الله متعال. الله متعال میفرماید ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. برای الله اسماء الحسنى است، وقتی که طلب بکنه از الله چیزی را بها توسط همین اسماء طلب بکنه. یا الله تو رحمان هستی، یا الله تو وهاب هستی، تو غفور هستی، تو رحیم هستی، تو عزیز هستی، تو بعد از بگو الله مشکل مرا حل بکن. صفات الله را وسیله گرفتی و حکم قرآن هم بوده. قرآن هم برای ما امر کرده بود که شما با اسماء الحسنى وسیله بگیر. این اسماء الله است. دوم وسیله به عمل صالح. عمل صالح تا پیش کو به الله متعال. دلیل داریم که این مشروع میگی بله. واقعی غار است. غار 3 نفر که در غار داخل شد، سنگ بزرگ آمد دانی غار را چی کرد؟ بسته کرد. و 3 نفر دست بسته حالی ننشستند، زورش خود نمیرسید، قاضی خیلی کلان است، حالی چی بکنن؟ دست بسته بشینه؟ نه. انسان در مو حالت یأس و ناامیدی شام که اسباب ظاهری را به چشم نمیبینه، به الله پناه ببر. به الله پناه ببرد، در اونمونجا الله کمکش میکنه. یوسف علیه السلام دست بسته نشیشت که زلیخا مطالبه میکرد، میگفت که دیگر چی میکنی؟ نه، چند قدم دویدن کرده، معاذ الله گفته. خب الله چطور اسباب برابر کرد؟ به مجرد دویدن دروازه خود به خود اعلام میشه. انسان در مو حال نقطه آخری خودم از الله مایوس نباشه. در عالم در میدانی که اسباب ظاهری به چشم دیده نشه و الله اسباب پیدا میکنه. شرط است که عقیدت بالای الله پخته و به پناه الله خودت داده باشی، باز میبینی که چه قسم نصرت الله میاد. از 3 نفر یکیش گفت که یا الله، پدر و مادر برام چی کرده؟ همیشه شیر میدادم یا چی آب میدادم، یک دفعه آب از پیشم طلب کرد، پس آمدم که پدر و مادر خواب رفته، همونطور جام داده شیشتم تا صبح. اگر این عمل به خاطر رضا تو انجام داده، الله سنگ دور کن.
سنگ یک کمی دور شد. دومش خیست گفت یا الله مزدوری گرفته بودم و چیسته و بعد از اینکه سالش تکمیل شد یک بوز یا گوسفند حقش رسید یا گو این مردکه رفت حقش یه باقی ماند. اینمی بوز و گوسفند از این ختمه بود رمه از پیشش جور. یک وقت که آمد به این مردکه را مرا دادم که برو یکی اجرتی هست. او چیخ میزد که من یک گوسفند حق داشتم. نه اینمی رمه از توست. آخر برش گفتم که گوسفندی توی این رمه جور شده. اگر این کار به خاطر رضای تو کرده باشم الله دیگه اینی مشکل ما را حل کن. سنگ دیگه هم دور شد. خب برآمده نمیتونم. سیوم مردکه گفت یا الله موقعی بود که همسایه خیلی فقیر و نادار بود. از من چیزی را طلب میکرد برای از اینکه نداشتم چیزی برای خوراکی خود. من باور زیدم و گفتم که به یک شرط چیزی را برات میدم که نعوذ بالله امرای من زنا بکنی. زمانی که آماده به زنا شد در موقعی که من میخواستم زنا بکنم دختر برای من گفت که اتق الله از الله بترس. گفتم اونجا من از تو یا الله از تو ترسیدم زنا را مرتکب نشدم. اگر این عملم خالص برای تو باشه سنگ دور کن. سنگ دور شد برآمده.